خیلی فکر میکنن مالیات بر ارث یه عدد مشخصه، اما در واقع یکی از پیچیده ترین قسمت های تقسیم ارثه. با توجه به اموال مختلفی که وجود داره و درصدهای متفاوتی که برای وراث تعیین میشه، هر گونه خطایی میتونه هزینه بسیار سنگینی رو براتون به وجود بیاره. بعد از مشخص شدن وراث، اولین قدم تعیین مالیات بر ارث هست، یا به عبارتی دریافت سهم دولت از ارث. وقتی که دولت مالیات رو دریافت میکنه، سهم الارث قابل تقسیم خواهد بود و تا قبل از اون وراث اجازه هیچ گونه انتقالی رو نخواهند داشت. لیست همه دارایی‌ها از جمله ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام و حتی رمزارزها بایستی به ممیز اعلام بشه تا نرخ روزشون مشخص بشه. نرخ مالیات هم بسته به نوع مال و طبقه وراث متفاوته. همسر و فرزند کمترین میزان پرداخت مالیات رو خواهند داشت. اگر اظهارنامه ناقص باشه یا مدارک درست ارائه نشه، پرونده متوقف میشه و هزینه‌های بسیاری به خانواده تحمیل میشه. دادسو تجربه وسیعی در پرونده‌های مالیات بر ارث داره و روند رو طوری مدیریت میکنه که مالیات بر ارث بر اساس قانون و دقیق و منصفانه باشه. یک تیم حقوقی متخصص کل مسیر رو از آماده کردن مدارک تا صدور گواهی دنبال میکنه و گزارش‌های منظم در اختیارتون میذاره. این یعنی در کنار همه سختی‌ها، خیالتون از نظر حقوقی و مالی راحت خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر میتونید با تیم دادسو در ارتباط باشید.